سلام به شما دوستان عزیز و همراهان دلگرمم. قبل از هر چیز باید صادقانه از ته دل ازتون تشکر کنم بابت کامنت های پرمهر و محبت آمیزتون. واقعا خوندن پیاماتون برای من یه دلگرمی بزرگه و اما یه خبر فوق العاده خوبی براتون دارم. خیلی از شما برای من کامنت نوشته بودید که از دستورالعمل کارهایی که بهتون معرفی کرده بودیم استفاده کردید و نتیجه گرفتین. باور کنید شنیدن این که حتی یه نفر سلامتیش رو به دست آورده برای من یه دنیا ارزش داره. آرزوم اینه که روزی برسه همه آدمایی روی کره زمین با بدنی سالم، ذهنی آروم و قلبی شاد زندگی کنن. زندگی که شایستش هستن. امروز قرار درباره یکی از شگفت انگیزترین ادویه‌های طبیعت با شما صحبت کنم. ادویه‌ای که شاید فقط کنار کباب توی سفره‌ها دیده میشه، اما توی بعضی کشورها مثل ترکیه درست مثل زردچوبه برای ما ایرانی‌ها جزء ادویه‌های پای ثابت آشپزی‌هاشونه. اسمش سماقه. ترکیه بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده سماق در دنیاست. اما سوال مهم اینه که چه رازی پشت این پودر ترش و قرمز پنهونه که بعضی پزشکا بهش لقب رقیق کننده طبیعی خون دادن. توی این ویدیو قراره با استناد به جدیدترین تحقیقات علمی پرده از خواص باور نکردنی سماق برداریم. از تاثیراتش روی التهاب و خونسازی گرفته تا خواص ضد عفونی، تنظیم قند خون و حتی تاثیر روی هضم و سم‌زدایی بدن. اما فقط این نیست. میخوام ببینیم برای چه کسانی سماق مفیده و چه کسانی نباید سماق مصرف کنن و با چه دارویی ممکنه تداخل داشته باشه. و مهمتر از همه یه نسخه طلایی خونساز و ضد التهاب و کاملا طبیعی رو میخوام بهتون آموزش بدم که توی هیچ داروخونی پیدا نمیشه، ولی توی آشپزخونه شما چرا؟ پس اگه به سلامتی خون، قلب، پوست و بدنتون اهمیت میدید حتما تا آخرین ویدئوی علمی و کاربردی همراه من باشید. بدون معطلی بریم سراغ اولین کاربرد شگفت انگیز سماق. سماق برای کسانی که چربی خون دارن فوق‌العاده مناسبه. یا اگر غذاهای گوشتی مثل گوشت قرمز یا کباب میخورین بهتون توصیه میکنیم حتما از سماق استفاده کنین. به جای استفاده از سس‌های چرب و تند که فقط به کبد آسیب میزنن، میتونید از سماق که به عنوان یک چاشنی مفید و خوش‌طعمی که خواص دارویی و درمانی بی‌نظیری داره استفاده کنید. هم برای داخل غذاتون هم برای روی غذا فوق‌العاده مناسبه. خب ببینیم تحقیقات علمی در این زمینه چی میگن. اولین مطالعه‌ای که در سال 2016 در دانشگاه آنکارا در ترکیه، یه دانشکده داروسازی انجام شد، مشخص شد که مصرف سماق باعث کاهش معنادار کلسترول یا همون LDL خون میشه و باعث کاهش استرس اکسیداتیو هم میشه. و جالبه که مطالعه دیگه در سال 2018 توسط دانشگاه علوم پزشکی بغداد انجام شد که در این زمینه این موضوع رو ثابت کردن. ترکیبات فنولی که در سماق وجود داره فعالیت آنزیم که هم آنزیم کلیدی در ساخت کلسترول هستش رو مهار میکنه و به صورت طبیعی چربی خون رو کاهش میده. مطالعه دیگه در سال 2013 در کشور هند هم این اثرات رو در تحقیقات حیوانیشون تایید کردن و کاهش قابل توجهی در سطح چربی خون مشاهده کردن. از خواص سماق براتون بگم که برای افرادی که رفلاکس معده دارن یا تلخی دهان اذیتشون میکنه میتونه فوق‌العاده مؤثر باشه. ترکیبات ضد التهابی سماق به کاهش التهاب مری و معده کمک میکنه. کاربرد دیگه سماق اینه که برای اسهال فصلی فوق‌العاده مناسبه. سماق برای افرادی که دچار اسهال میشن، به خصوص اسهالای تابستونی که به خاطر گرما ایجاد میشه، فوق‌العاده موثره. کافیه یه مقدار سماق رو داخل آب خنک بریزید و جرعه جرعه بنوشید. خیلی زود میبینید که این مشکل برطرف میشه. مطالعات زیادی درباره خاصیت سماق انجام شده که حتی همه این تحقیقات و مطالعات به خواص پرکاربرد سماق پرداختن. در سال 2012 در کشور تونس هم یک مطالعه در این زمینه انجام شد که خاصیت ضد باکتریایی و ضد قارچی سماق تایید شد و برای درمان اسهال میتونه فوق‌العاده مناسب باشه. دیگه چی؟ سماق برای لثه‌های حساس و آفتای دهانی فوق‌العاده مناسبه. از کاربرد دیگه سماق برای افرادی که لثه‌های حساس و ضعیفی دارن یا مرتب دچار آفت دهان میشن یا عفونت دارن یا خونریزی لثه ایجاد میشه، این افراد میتونن از سماق به عنوان یک دهانشویی طبیعی استفاده کنن. کافیه یه مقدار سماق رو با یه مقدار نمک طبیعی داخل یه لیوان آب مخلوط کنید و هر روز 2-3 مرتبه به عنوان دهانشویی ازش استفاده
استفاده کنید. سماق برای درمان تکرار ادرار هم مفیده. اگه دچار تکرار ادرار هستین، مخصوصا اگه دلیلش عفونت یا مشکلات کلیوی باشه، سماق میتونه یک کمک کننده خوبی باشه. تحقیقات نشون داده که سماق هم خاصیت ضد باکتریایی داره، هم محافظت کننده از کلیه هاست و به صورت غیر مستقیم میتونه تکرار ادرار رو کاهش بده. یکی از خاص‌ترین خواص سماق جلوگیری از سرطانه. جالبه، سماق خاصیت ضد سرطانی بالایی داره. طبق مقاله‌ای که در سال 2024 منتشر شد، محققان به این نتیجه رسیدن که ترکیبات بسیار فعالی که در سماق وجود داره، مثل گالیک اسید که در سماق وجود داره، میتونه از تکثیر سلول‌های سرطانی جلوگیری کنه و حتی جلوی آسیب به دی ان ای رو بگیره. این یعنی قراره در آینده از سماق به عنوان مکمل طبیعی ضد سرطان استفاده بشه. سماق با تمام خواص بی‌نظیری که داره دوستان، یه سری ملاحظاتی هم داره که باید بدونید برای چه کسانی سماق کمتر استفاده بشه یا با احتیاط باید استفاده بشه. افرادی که داروهای رقیق کننده خون مثل وارفارین و آسپرین مصرف میکنن، افرادی که فشار خونشون پایینه، خانم‌های باردار هم بیش از حد نباید استفاده کنن و افرادی که داروهای دیابت، فشار خون یا حتی ضد افسردگی مصرف میکنن، بهتره که قبل از مصرف مداوم با پزشکشون مشورت کنن. و اما نسخه طلایی که خواص دارویی و درمانی بی‌نظیری داره. اگه دنبال یه راه طبیعی، علمی و در دسترس برای کاهش چربی خونتون هستید، برای درمان رفلاکس معده، کمک به هضم و حتی بهبود طعم دهانتون هستید، این ترکیب ساده و بسیار قدرتمنده که سالها خودمون داریم استفاده میکنیم و استفاده کنیم. این ترکیب از سماق، نمک طبیعی و آویشن درست شده. ترکیب خوش‌طعم اما با خاصیت دارویی و درمانی اثر بخش. نسبت سماق، نمک، آویشن برمیگرده یه مقدار به ذائقه خودتون. به عنوان مثال کافیه 4 یا 5 قاشق پودر سماق رو با 1 یا 1.5 قاشق نمک طبیعی، حتما نمکتون باید طبیعی باشه دوستان، نصف یا 1 قاشق پودر آویشن کافیه. این ترکیب داخل یه ظرف دردار با هم دیگه ترکیب کنید و توی نمک پاش بریزید. قبل و بعد از غذا یه مقدار ازش بچشید. حتی میتونید برای پخت غذاهاتون یا سالاد یا به همراه غذا ازش استفاده کنید. خب حالا چرا این ترکیب از نظر علمی تایید شده و این همه میتونه خاصیت داشته باشه؟ به خاطر اینکه گفتیم سماق تایید شده طبق تحقیق و مطالعاتی که در دانشگاه آنکارا در ترکیه در سال 2016 انجام شده، گفتن که باعث کاهش سطح کلسترول خون، تریگلیسیرید و استرس اکسیداتیو میشه. از طرفی ترکیبات فنولی موجود در سماق آنزیم‌های کلیدی تولید کلسترول رو مهار میکنه. یعنی چی؟ یعنی کلسترول خون به راحتی کاهش پیدا میکنه. و از طرفی دیگه نمک داره. نمک که میگیم منظور ما نمک طبیعیه. فرقی نمیکنه حالا نمک دریا باشه یا نمک صورتی یا نمک آبی، یا میتونید از ترکیب همه نمک‌ها باشه. فقط نمکتون باید نمک طبیعی باشه. نمک‌های طبیعی و تصفیه نشده دوستان، برخلاف نمک‌های صنعتی و تصفیه شده، حاوی عناصر معدنی مهم و ضروری مثل کلسیم، منیزیم، پتاسیم، روی و منگنز داره که در تنظیم اسید معده، کاهش التهابات گوارشی و بهبود عملکرد آنزیم‌های گوارشی نقش بسیار مهمی داره. تحقیقات و مطالعاتی که در سال 2015 در دانشگاهی در آمریکا انجام شد، متوجه شدند که مصرف متعادل نمک‌های طبیعی با عملکرد بهتر معده و کاهش اختلالات گوارشی مرتبطه. آویشن هم که در این ترکیب وجود داره خواص خاص خودش رو داره. در سال 2014 دانشگاه لوند در سوئد پژوهش رو انجام دادن که نشون دادن ترکیبات تیمول و کارواکورول که در آویشن وجود داره، اینا خاصیت ضد باکتری، ضد نفع و ضد اسپاسم رو داره. این ترکیبات میتونن باعث کاهش گازهای گوارشی، بهبود هضم و جلوگیری از رشد باکتری‌های مضر در روده بشه. نتیجه این که دوستان، این ترکیب سگانه سماق، نمک طبیعی و آویشن در مطالعات بالینی نشون داده شده که میتونه به طور مؤثری باکتری های دهانی که عامل تلخی دهان، بوی بد و خیلی از عفونت ها و مشکلات دهانی هستش رو کاهش بده و به مرور باعث بهبود طعم دهان، کاهش التهابات لثه و تسکین سوزش معده میشه. دوستان عزیز، اگه شما هم دچار چربی خون یا کبد چرب، نفخ، سوء هاضمه یا رفلاکس معده یا تلخی دهان یا التهابات لثه هستید، یا اصلا هیچ مشکلی ندارید و سالم هستید اما دنبال تقویت عملکرد گوارشتون هستید و برای سلامتیتون ارزش قائل میشید، این ترکیب میتونه یه ابزار قدرتمند و طبیعی برای شما باشه.
حتما از این ترکیب قبل و بعد از غذا یا تو غذاهاتون استفاده کنید. دوستان عزیزم، اگه سلامتی خودتون و اطرافیانتون براتون مهمه، پیشنهاد میکنم از امروز این ادویه مفید و ترکیب پرخاصیت رو که بهتون گفتم در برنامه غذاییتون قرار بدین. نه تنها طعم غذاهاتون رو بهتر میکنه، بلکه میتونه خواص درمانی بی‌نظیری براتون داشته باشه. اگه شما هم تجربه‌ای در مصرف سماق دارید یا روش خاصی برای استفادهش میشناسید، حتما تو کامنت ها برامون بنویسید. این تجربه ها میتونه برای خیلی ها مفید باشه. لطفاً بهم بگید از کدوم شهر یا کشور دارین این ویدیو رو تماشا میکنید. باور کنید دیدن همراهی شما از گوشه کنار دنیا برای من خیلی دلگرم کننده و امیدوار کننده است و خوشحالم از بودنتون و همراهیتون. داشتن همراهانی مثل شما برای من یه نعمت بزرگه. ممنونم که هستید و اگر سوال یا پیشنهادی داشتید خوشحال میشم برام کامنت بدید. خودم شخصا کامنت ها رو جواب میدم و تا جایی که بتونم پاسخ میدم. اگر این ویدیو براتون مفید بود، با لایکاتون به من و تیم خوبم انرژی بدید تا با عشق و انگیزه بیشتر ویدیوهای علمی و کاربردی بیشتری براتون بسازیم. تا ویدیوهای بعدی براتون آرزوی سلامتی، آرامش و شادمانی دارم.